زندگی است. ما اگر معنای خود ما را نفهمیم، اگر ما درون نگر نباشیم، درون خود ما را پیدا نکنیم، زده برین تا میصبح در سوشال میدیا تو خوار از بگو، مادر از بگو، تاریخ تمپرد و دادان مردم چاینیز هم در پیش سر شتگی است. یک دستگاه بسیار خاص استخباراتی که اگر امریکا پرید بازو کنترلت میکنه، تاریخ تام دستش است. بزرگتان توهین میکنی، تصویرش هم اندازی. خوارتان توهین میکنی، تصویرش هم اندازی. عزیزتان توهین میکنی، تصویرش هم اندازی. سرزمین تا نقد میکنی، تصویرش هم اندازی. عزت مردم هم خراب میکنی، تصویرش هم اندازی. و یک سویچ بسیار منظم داره، تحت استخبارات بسیار منظم چاینیز کار میکنه. در پیش یک جوان شتاب سیالت سنکتایش هم زده قهوه مینوشه. دو بزن تا صبح خوار مادر مردم. رای را پیدا بکنین نتیجه داشته باشه. رای را فالو بکنین که پیش بریم. ندیدم چند تا جوان را منسجم شوند گرده هم بیاد روی یک برنامه کار بکنن که برنامه درست باشه. جوان خوب بود توهینش میکنی، جوان درست بود اذیتش میکنی، مرد خوب بود بے عزتش میکنی. گپ خوب زده تانست خوار مادر شمی. این خوب نیست. کجاش خوب است؟ چالش است زمین صفحه 160 نفر هستین. او جوانای عزیز، این بحث نیست که خدای نخواستم برای یکی دانه به احترامی بکنم. نمیفهمیم او برادر، سواد نداریم، به خدا سواد نداریم. قسم به نام پروردگار میخورم سواد نداریم. اگر ما در جغرافی افغانستان تانستیم یک اندازه بسیار کوچک از سواد پیدا کنیم، من روی مسیح میکنم. سواد کشور داره که امروز تاریخ ازت قید میکنه. سواد کشور داره که مست میبره و 500 1300 دلار پسرت میفروشه. اونا هم با سواد است. ما کدام با سواد هستیم؟ سواد اونو است که یک جوان چاینیز میشینه 4 ساعت در رابطه با نجوم بس میکنه، سیارات بر باد میکنه که سیل میکنی، میگه خدا ای زنبور از بیخی. جوان ما چی است؟ برادر در دشنام رپ جور میکنه برات. نه کاکا، نه زدنی. در دشنام رپ بر جور میکنه. در عکس بالا کردن یک هستن، در توهین کردن یک هستن، در جنگ یک هستن، در این که فرهنگ خودشان ضعیف نشان بدن یک هستن، در این که ادب نداشته باشن یک هستن، در این که اصول و قوانین اجتماعی یک سرزمین حفظ نکنن اول هستن. اگر بگوی درس بخوان میگه یاد ندارم، وقت ندارم. اگر بگوی بریم یک جایی که یک 4 قطعه یک بیر ماندگی سمیال قیلون سر است، به خدا قسم که این از او سر کو خودم اندازه. اگر سواد داشتیم تعصب نداریم، اگر سواد داشتیم فاشیست نیستیم، اگر سواد داشتیم به عزت نیستیم، اگر سواد داشتیم به حرمت نیستیم، اگر سواد داشتیم به اقتدار نیستیم، اگر با سواد شدیم به سرزمین نیستیم، اگر با سواد بودیم آزاد هستیم. آزاد باش هر چی که هستی عزیز من، حتی اگر که بود پرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست و شام و غریب تبایی اند، اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. برادر صبح که یک 4 بجه 5 بجه از خواب بلند شو، یک ریسمان بگه هیچ چیز نداشتیدم پیش روی خارج استاچ 100 دانه ریسمان بزن، انرژی را میگیریم مثبت، تازه میشی. حالا ما کار ندارم بدی، حالا ما کار ندارم به دیدگاه خودت، ما کار ندارم تو که هر چیزی که هستی، اگر بود پرست هستی، اگر گبر هستی، اگر کافر هستی، اگر هندو هستی، اگر مسیح هستی، اگر شیطان، هر چیزی که هستی کار خودت است. اما برو به طریقه خودت یک بار سر بزن، یک بار به مو مسیر یک انتخاب میکنی سالم کتش پیش برو. اگر گبر هستی همت رو باش، اگر بود پرست هستی همت رو باش.